کانادا با مساحتی وسیع و طبیعتی بی‌نظیر یکی از جذاب‌ترین کشورهای دنیا برای زندگی، کار و گردشگریه. از کوه‌های پوشیده از برف گرفته تا دریاچه‌های آرام و شهرهای پر جنب و جوش، این کشور با فرهنگ چند ملیتی خود به مقصدی ایدئال برای کسانی تبدیل شده که به دنبال فرصتی جدید در زندگی هستند. اما یا تاکنون فکر کردی که چرا کانادا یکی از بهترین مکان‌ها برای زندگی و مهاجرت به شمار میره؟ کانادا جایی است با فرصت‌های بی‌پایان برای رشد و شکوفایی، کشوری که در اون آرزوهای بزرگ میتونن به واقعیت تبدیل شن، درست مانند هزاران نفر دیگه که در دنیای جدید خود در کانادا آغاز دوباره‌ای داشتن. در این ویدیو سعی کردیم تا هم به زیبایی‌های طبیعی کانادا اشاره‌ای داشته باشیم و هم به فرصت‌های فراوان شغلی و اجتماعی که برای مهاجران به وجود میاره. پس لطفاً تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. کشور کانادا در قاره آمریکای شمالی با وسعت 9,984,000 کیلومتر مربع دومین کشور از نظر بزرگی بعد از روسیه هستش و این کشور دارای 10 استان و 3 قلمروی ناحیه است و مردم این کشور به 2 زبان فرانسوی و انگلیسی صحبت میکنن و مذهبشون مسیحیت و جمعیتش 38 میلیون نفر. این کشور معروف به کشور مهربانی است. مردمان کشور کانادا بسیار مهربان، دلسوز، خونگرم هستند. سیستم حکومتی کانادا دموکراتیک و در واقع سلطنت مشروطه با ریاست و فرماندار کل نماینده ملکه الیزابت دوم اداره میشه. پایتخت این کشور اتاوا و پول واحد اونها دلار کانادا می باشد. تنوع فرهنگ‌ها باعث شد که کانادا آمیزه‌ای از فرهنگ سراسر جهان باشه، چون که مهاجرین از سراسر جهان به این کشور مهاجرت می‌کنند و از غذای ایتالیایی گرفته تا جشن چینی‌ها که با کانادایی‌ها همراه هستش میتونه یک فرهنگ تازه‌ای رو به تصویر بکشه. البته به خاطر پذیرا بودن مهاجرین، کانادا چند فرهنگ را به رسمیت شناخته و با هر زبان و قومیتی با عنوان شهروند کانادایی در کنار هم با خوشی زندگی می‌کنند. مرسی که ویدیو رو لایک می‌کنید. کانادا کشوری بزرگ، پس انتظار میره که شهرهای کوچیک و بزرگی در اون وجود داشته باشه که این شهرها همگی از ویژگی‌های خاص خودشون برخوردارن، از فرهنگی گرفته تا تاریخی و اقتصادی، که ما در این ویدیو به چند شهر مهم اون میپردازیم. تورنتو، این شهر در استان آنتاریو واقع شده که پرجمعیت ترین شهر کانادا رو تشکیل میده که اغلب مهاجرین نیز به اینجا سفر میکنن، چون که تورنتو یکی از فرهنگی ترین شهر جهان به حساب میاد و در حوزه‌های مختلفی چون تجارت، فناوری، امور مالی و سرگرمی جزء پیشروترین هاست. ونکوور، شهری ساحلی و زیبا با مردمانی مهربان و خونگرم و آب و هوایی معتدل در گوشه جنوب غربی کانادا و در استان بریتیش واقع شده. این شهر به خاطر موقعیت بندرگاهی مهمی که داره از اقتصاد قدرتمندی در حوزه‌های مختلف نظیر تجارت، فناوری، صنعت فیلمسازی برخورداره. اتاوا، شهر اتاوا پایتخت سیاسی کاناداست. این شهر جزء تمیزترین شهرهای جهان به حساب میاد. نرخ بیکاری در این شهر پایین و اقتصاد اون مبتنی بر وجود دولت فدرال و فناوری پیشرفته می باشه. البته کشاورزی، جنگلداری، تولید و معدن نیز بر اقتصاد این شهر تاثیرگذاره. همچنین کوبک سیتی، هالیفاکس، مونترال را هم میشه جزء مهمترین شهرهای این کشور برشمرد. جاذبه‌های کشور کانادا. قبل از پرداختن به این موضوع لطفاً ویدیو رو لایک کنید و دکمه زنگوله رو بزنید. در کانادا همیشه جایی برای دیدن و کشف کردن وجود داره، مثل سواحل زیبا و دیدنی 3 اقیانوس اطلس، آرام، منجمد شمالی، دریاچه‌های کوچیک و بزرگ، آبشارهای زیبا، جنگل‌های سرسبز، شهرهای شلوغ و پرجنب و جوش، جشنواره‌های فصلی، موزه‌ها، پارک‌های ملی با حیات وحش شگفت‌انگیز و جاذبه‌های توریستی و تفریحی مثل پارک‌های بازی تنها بخش کوچیکی از این جاذبه‌های دیدنی و گردشگری کانادا هستند که باعث شدن گردشگران بسیاری را از اقصانقاط جهان برای دیدن این زیبایی‌ها به خودش جذب کنه و این گردشگران بار سفر ببندن و راهی کانادا شن، که البته این مکان‌ها و جاذبه‌های توریستی به اینجا ختم نمیشن و مکان‌ها و زیبایی‌های معروفی هم هستن، مثل آبشار معروف نیاگارا، کوهستان راکی، برج سین تورنتو، شهر قدیمی کوبک، شهر دیدنی ویسلر، موزه سلطنتی آنتاریو، پارک گلکسی لندر در منتون، پارک استنلی در ونکوور و خرس‌های قطبی چرچیل. کیفیت زندگی در کانادا. از لحاظ کیفیت زندگی کانادا جزو برترین کشورهای جهان به شمار میاد.
و این کشور از نظر مسکن، رفاه، امنیت، سلامت و بهداشت، روابط اجتماعی، شغل و میزان درآمد و تعادل میان کار و زندگی، آموزش و کسب مهارت، میزان ثروت ملی و کیفیت محیط زندگی که همون آب و هوا و سرسبزی محیط باشه، بر اساس استانداردهای مشخص شده در سطح جهانی بالاتر از سطح میانگین اعلام شده قرار داره. کانادایی‌ها عمدتاً تا سن 20 سالگی با والدین خودشون زندگی میکنن و در ادامه خونه، سویت یا آپارتمانی برای خودشون اجاره کرده و یا خریداری میکنند و زندگی مستقل رو شروع میکنن. کانادایی‌ها مردمی سالم به شمار میرن و این کشور هیچ گونه مشکل عمده و گسترده‌ای با بیماری‌های خطرناک عفونی نداره. میانگین سنی امید به زندگی در مردان 80 سال و برای زنان 84 سال عنوان شده. دلیل اصلی مرگ و میر در میان کانادایی‌ها سرطانه و پس از آن بیماری‌های قلبیه که روی هم رفته نیمی از مرگ میر طبیعی رو به خودش اختصاص داده. بخش عظیم دیگری از این مرگ میرهای طبیعی در کانادا نیز به جهت بیماری‌هایی است که در اواخر عمر آدمی به آن مبتلا میشه، مانند آلزایمر، سکته‌های مغزی، دیابت و بیماری‌های تنفسی. ناگفته نمونه که به علت نامعلوم کشور کانادا بیشترین میزان ابتلا به بیماری MS رو داره. خدمات عمومی ارزنده‌ای در حوزه بهداشت و سلامت در کانادا ارائه میشه. تمامی افراد میتونن از کارت سلامت برای برخورداری از خدمات رایگان پزشکی بهره مند شوند. کانادایی‌ها به دلیل اقتصاد قدرتمند از استانداردهای زندگی بسیار بالایی برخوردارند. متوسط درآمد سالانه هر خانواده در کانادا پس از پرداخت مالیات بالغ بر $62,000 کانادا عنوان شده. کانادا در رتبه‌بندی جهانی بر اساس معیارهای محیطی تعریف شده توسط سازمان بهداشت جهانی از لحاظ کیفیت آب و هوا جزو بهترین کشورها به حساب میاد. کاهش استفاده از خودروهای بنزین یا تمرکز بیشتر بر فعالیت‌های زیست محیطی از جمله کارهایی هستش که دولت کانادا در راستای کمک به بهبود و کیفیت هوا و کاهش میزان آلودگی هوا انجام داده. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً لایک یادتون نره. تحصیل و آموزش در کانادا. تحصیل و آموزش در کانادا برای دولتمون در اولویت بالایی قرار داره و همین سببه که آموزش در سطح ملی و بین المللی در سطح عالی ارائه میشه. در واقع کانادا دارای یک سیستم آموزشی دولتیه که توسط دولت فدرال و دولت‌های استانی و محلی ارائه و تامین مالی و اداره میشه. صلاحیت نظام آموزشی هر استان هم توسط اون استان پیگیری میشه. به همین جهت احتمال وجود تغییرات جزئی در سیستم آموزشی در هر یک از استان وجود خواهد داشت. اما قطعاً شباهت اونها به یکدیگر بیشتره. تحصیل در تمامی استانها به 4 مرحله پیش دبستانی، ابتدایی، متوسط و آموزش عالی یا همون تحصیل در دانشگاه تقسیم شده. تحصیل تا سن 16 سالگی در همه استانها به جز 2 استان که تا سن 18 سالگی اجباری گفته شده الزامیه. درباره هزینه تحصیل در کانادا هم باید گفت که تحصیل تا اتمام دوره متوسطه در مدارس دولتی این کشور برای شهروندان رایگانه، ولی برای افراد مهاجر بر اساس مؤسسه و مقطع تحصیلی همراه با پرداخت هزینه خواهد بود. اما برای تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تمامی افراد و شهروندان و دانشجویان بین المللی باید شهریه را پرداخت کنند. البته ناگفته نمونه که شهریه‌ها برای افراد گوناگون در مقاطع و دانشگاه‌های مختلف متفاوته. برخوردار بودن از حق شهروندی کانادا مزایای بسیاری داره که دارندگان اقامت دائم این کشور یا اونهایی که به صورت موقت در اون ساکنن از این مزایا محرومن. ما در اینجا به برخی از مزایای بیان شده برای شهروندی کانادا میپردازیم. یک مورد واجد شاهد بودن برای دسترسی به مشاغل بیشتره. ما میدونیم که در هر کشور شغل‌هایی وجود دارند که به جهت مسائل امنیتی تنها به شهروندان واجد شاهد خودش اعطا میکنند. در کشور کانادا نیز این چنین و مشاغل شناخته شده‌ای وجود دارند که نیازمند شهروندی کانادا هستش. مثل این مورد که در آمریکا تو هر رشته‌ای میتونی آموزش ببینی جز آموزش مدیریت. دومین مزایا در کانادا هم حق رأی و نامزد شدن برای مناصب سیاسیه. افرادی که شهروند کانادا به حساب میان این اجازه را دارند که در انتخابات استانی یا کشوری شرکت کنند و با دادن رأی نقش مهم و تاثیرگذاری در سیاست استانی یا کشوری داشته باشند. البته اونها میتونن برای اخذ مناصب سیاسی نامزد شن و در صورت پذیرفته شدن در اون جایگاه مشغول به کار شن. عدم نیاز به تمدید مدارک مهاجرتی. افرادی که پس از مهاجرت و طی کردن پروسه خاص
موفق به اخذ شهروندی کانادا شدن پس از دریافت اون لازم نیست همچون افرادی که دارای اقامت دائم یا موقت این کشور هستند آن را تمدید کنند، چرا که گواهی شهروندی کانادا اعتبار نامحدودی داره و دارندگان اون تنها هر 2 سال یک بار ملزم به تمدید پاسپورت خود برای سفرهای بین المللی هستند. حالا بپردازیم به ارزش پاسپورت کانادا در جهان. کانادایی‌ها بر اساس شاخص هنلی در سال 2022 میلادی یکی از بهترین پاسپورت‌های جهان را دارند. این پاسپورت در رتبه 7 و قدرتمندترین پاسپورت جهان و همتراز با پاسپورت کشورهایی چون استرالیا، یونان و پس از ایالات متحده آمریکا قرار داره. در واقع افرادی که دارای پاسپورت کانادایی هستند میتونن بدون ویزا یا با ویزای فرودگاهی به 185 کشور جهان سفر کنند. شاخص پاسپورت هنلی به عنوان مرجع استاندارد برای شهروندان دولت‌های مستقل برای رتبه‌بندی گذرنامه‌ها شناخته میشه و عمدتاً رتبه‌بندی‌ها هر 3 ماه یک بار به روز رسانی میشه. ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوهای بعدی بدرود.